بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان، در تاجیکستان یک خطر هست که بسیار از جوانان در این گمراهی گرفتارند. تقریبا 12 سال است که این خطر و این گمراهی در تاجیکستان اوج میگیرد و این ویدیو با کسانی که علم اسلامی دارند و عقیده اسلامی و با دو خطری که گمراهی که در تاجیکستان خیلی اوج میگیرد در این حرف خواهیم زد. دوستان، این خطر و گمراهی که در تاجیکستان خیلی اوج میگیرد با این شما عادی نگاه نکنین. این تاجیکستان رو در تفریقه می اندازد، بین دو برادر بدبینی حتی به کشتار هم میبرد. آن وقتی که الله میفرماید که فرمان دارد که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همگان بر اسوان خداوند مستحکم نگه دارید و پراکنده نشوید. این دو گمراهی خیلی خطر سخت است در تاجیکستان و شما تا آخر این ویدیو رو تماشا کنید که تا فهمید. اگر قسم تماشا کردین نمیفهمین. دوستان، من رسم کشیدم برای که آسان فهمین. در خاطر دارم وقتی که درس میخواندیم استاد همطوری رسم کشید، خیلی با آسانی با ما رساند. و نگاه کنید، الله و دین محمد صلی الله علیه و سلم، دین اسلام را اساسگذار دین اسلام و بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم کی میراث او را گرفت، کی پیروی محمد کرد و دین اسلام را کی تا امروز با ما آورده رساند. میراث پیامبران ما میدونیم که این علما هستند. صحابگان تلمیذ پیامبر بودن و دین اسلام را از او آموختن و تمامی در زمین ها پهم کردن رساندن. بعد از صحابگان تابعین، یک صحابه رفت عبدالله بن مسعود با عراق و در اونجا مکتب اسلامی را خیلی پهم کرد و از آنجا یک عالم به نام ابو حنیفه برآمد و دیگر امام مالک از مدینه برآمدند و دیگر امام شافعی در مکه بودند، از اونجا امام شافعی برآمدند و ما میدونیم که امام شافعی مکتب امام مالک را خواندن گذاشتند و بعد به عراق رفته مکتب ابو حنیفه را هم خوانده گذاشتند. و نگاه کنید چرا این رو گفتنی هستم که این چهار عالم در یک عقیده هستند و عقیده دیگر را قبول دارند و تذکیه میدن که این چهار امام اهل سنت و جماعت هست و در راه هست، اهدنا الصراط المستقیم هست و خلافای فقهی این دیگر چیز و در عقیده و در اسلام اینا یک هستند و در یک اهل سنت و جماعت در یک فرقه هستند. و چرا من این چهار عالم رو هم نام گرفتم؟ برای که تمام علما در این اتفاقند که این چهار عالم اهل سنت و جماعت هست و با دیگر رو تذکیه میدهند. و نگاه کنید بعد از زمان گذشت شیخ الاسلام، این شیخ الاسلام هم علمی هست که همه قبول دارد، علمای اهل سنت و جماعت قبول دارند و شیخ الاسلام هم این چهار امام رو خیلی تعریف کرد، گفت اینا در یک عقیده هستند و هیچ گمراهی خطاگی آنها رو نگفت که اینها گمراهند یا دیگر. و ما گذاریم علمای حاضر زمان ما، شیخ عثیمین، عبدالعزیز الطریفی، این علمای هستند که اهل سنت و جماعت، علمای اهل سنت و جماعت هستند و اینها هم قبول دارند که شیخ الاسلام در عقیده اهل سنت و جماعت و این خاصتا و چهار امام در عقیده اهل سنت و جماعت و اینها امام هستند و پیروی اینها جایز است و عقیده هیچ کج و کوش ندارند. و چرا اینطوری کشیدم؟ این گویم اهدنا الصراط المستقیم. و چرا علمای حاضر زمان را در اینجا آوردم و شیخ الاسلام و چهار امام را بعدا میفهمین وقتی که در گمراهی این فرقه ها صحبت میکنیم. و بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگان علم ها این دین را میرسانند تا روز قیامت میرود و حتی عیسی علیه السلام هم میبیاید و یکی از حکمت های او این است که این اهدنا الصراط المستقیم را حمایت میکند و نمیگذارد گمراه شوند مردم.
نه اون که من 100 پیروی دارم یا 1000 پیروی دارم و خود را شیخ و عالم اعلام میکنم و هیچ عالم مرا قبول ندارد. یک از شرط های عالم بودن این که دیگر عالمان تسکیه دهند و قبول کنند که گویند که این عالم است و درست است از پیروی او. برای همین دوستان فکر عالم خیلی مهم است، باید ما اطاعت عالم کنیم. و نگاه کنین یک فرقه دیگری برآمد و یکی از این گمراهی این است که مرجعه نام دارد، ارجاع میگویند، مدخلی میگویند، ولیکن اینها به نام سلفی و به نام اهل سنت و جماعت و هیچ علاقه بر اهل سنت ندارند، ولیکن اینها مرجعه هستند. این تفریقه هست که مرجعه نام دارد و شیخ الاسلام خیلی صفت خوب دادن بر اینها. گفتن مرجعه این در دین حاکم است. حاکم هر گناهی کند، هر خطاگی کند، اینها عذر میدهند، عذر شرعی میدهند و کسانی که ضد حاکم سخن گفت آنها را به تهمت خوارج و دیگر ترمه میکنند و اینها با خود عالم دارند و عالم اینها ربی مدخلی خطا نکنم حتی یک فتوای مشهور دارد که او میگوید که حاکم اگر هر روز زنا کند هم ما و شما حق نداریم که او را سخن گوییم، ضدی کنیم و ضد او برایم. این نگاه گمراهی اینا تا کدام درجه هست که عقل آدم نمیگیرد و عالم اینها اهل سنت و جماعت را قبول ندارند و اهل سنت و جماعت عالم اینها را هم قبول ندارند. ولیکن چطوری که شیخ الاسلام گفتن اینها هیچ علاقه در دین محمدی ندارند، اینها در دین حاکم هستند، در دین حاکم هستند. ولیکن با همین نقابای سلفی اهل سنت و جماعت اینها پنهان میشوند و چطوری که گفتن علما این مرجع در دین حاکم است. حاکم برای اینها چنان هم بیگناه و خطا هست که مانند قریب که مانند پیامبر صلی الله علیه و سلم در گناه و خطا او در امان بود و اینها حاکم را همینطوری حمایت میکنند. برای همین اینها در دین اسلام هستند. حاکم حتی قانونهای ضد اسلامی که برآورد اینها حاکم را دستگیری میکنند و این را از دین میدونند که باید همین قانونهای ضد اسلامی برآید. و در خاطر دارم که در تاجیکستان تقریبا 13 سال پیش قانونهای ضد اسلامی که بود تا 18 ساله بر مسجد ممنوع و یک گروه مرجع آمدن با من بحث کردن و من بر آنها دلیل آوردم که گفتم نگاه کن من پسرشه دارم، من پسرچی من از من طلب دارد که در دین اسلام محمدی باید با مسجد رود، باید او را من از دستش گیرم به مسجد برم و حاکم شما میگوید که تا 18 ساله اجازت نیست. شما چی میگوید بر اینا؟ این مرجع سبحان الله گفتن باید ما اطاعت کنیم این قانون را، باید گروه های نو پیدا شد و مردم را گمراهی میکنند با هر بله حاکم را عذر دادن و حتی این را از دین دانستن که نباید ما بچه ها را تا 18 ساله با مسجد بریم. این باور کنید این گمراهی این مرجع چنان هم گمراهند که هیچ در عقل تغییر نمی بیاد. نگاه کنید که اینها با خود عالم دارند، ما با خود عالم داریم. ما اهل سنت و جماعت هستیم، اینها در دین حاکم هستند و مرجع هستند. ولیکن چی اینها نقاب سلف دارند و نقاب حدیث صحیح و دیگر و حتی مذهب های هم آنها قبول ندارند. ولیکن در سوالایی که شما میدهید که در نماز یا در طهارت یا چیزی سوال میدهید آنها از امام جواب میدهند، ولیکن در عقیده آنها عقیده این امام را قبول ندارند. و چطوری که گفتیم این فرقه خیلی خطر است و بسیار جوانان در این گرفتار شدند، در این فریب اینها گرفتار شدند و اینها چطوری که گفتم با نقاب سلف و با نقاب اهل سنت و جماعت مردم را فریب میکنند. بسیار جوانان در این فریب گرفتار شدند و اینها در شما تمام حدیث های صحیح بخاری را میبیارند و سیره و تمام چیزهای دین محمدی را به شما میبیارند، ولیکن فکر علما را به شما نمیبیارند. اینها پنهان میکنند عقیده خود را و شما میگن چرا از مذهب پیروی میکنید و دیگر چرا علمایی که در اینجا هستند اینها رو پیروی میکنید، از علمی ما پیروی کنید. این چطور گفتم یک دیگر است.
و اینها نقاب تازه میپوشند و مردم را فریب میکنند. و در خاطر دارم که ایشون نورالدین جان سلفی رو بد میدیدن، اون کس نفهمیدن که این مرجعه نقاب سلفی را پوشید، ولیکن اینها در دینی حاکم هستند. حاکم امر کرد که باید این شخص را از منبر برداشته شود، آنها این را امر علی چطوری اینطور میگم علی راست گفتن و اجرا کردن. و یک نازکی دیگر هم در اینجا هست. بعضی ملاها شما آنها را در حکم مرجعه نزنید. بعضی ملاها هستند که از سبب پول، از سبب منصب یا از ترس اطاعت حاکم میکنند. اینها گویم یک خائن هستند، ولیکن اینا مرجع نیستند. فرق اینا چی هست؟ اینها میدونن که حاکم در خطا هست، حاکم در گمراهی هست، ولیکن از سبب پول و مال و یا دیگر چیزها اطاعت حاکم میکنن. اینها خائن هستند. ولیکن مرجعه باشد چی؟ این امر حاکم را، این قانونی که ضد اسلامی برآورد، این را از دین میدونن، این را اطاعت میکنن، این را از عقیده میدونن. فهمیدین؟ برای همین نازکی هست که بعضی ملاها هستن که اینها خائن هستند یا ترسیدن یا دیگر از کرسی‌هاشون ترسیدن، ولیکن مرجعه باشد این را از دین میدوند. و حتی من میدونم که یک برادر ضد حاکم یک سخنی گفت، رفته با KGBش نگاه خبر دادن که گفتن که این آدم ضد حاکم سخنی گفت. نگاه کنید که اینا از عقیده میدونن، این را اینا فرق دارن از اون ملایی که خائن هستند. و این هست نازکی این بین دو مردم گویم. برای همین دوستان زیرک باشین، فریفته این مشینیکو مرجعه نشوین. اینها استفاده میبرن که ما علم اسلامی ضعیف هستیم، اینها با تمام حدیث های صحیح و چیزها شما رو فریب میکنن و اینها در تگ نقاب عقیده خود رو پنهان میکنن. مرجعه هستن، زیرک باشین و فریفته اینها نشوین. و مگذاریم دوم خطری که در تاجیکستان خیلی اوج میگیرد، این عقیده خوارج هست. این عقیده خوارج هست، این هم خیلی مانند است با گمراهی مرجعه. مرجعه چطوری که نقاب سلف و اهل سنت و جماعت میپوشد، اینها هم دعوای اهل سنت و جماعت دارند و اهل سلف دارند و همین نقابای تازه را میپوشند، مردم را با گمراهی میبرند. اینها هم خیلی در دین علم دارند، بر شما هزارها حدیث های و چیزا میبرند. حتی پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که خوارج چنان هم عبادت میکند که عبادت صحابگان در نزد اینها بازیچه هست و آنچه که من شما عبادت میکنیم لا شیء. حتی بعضی همین سبب میشد که اونها هم تکفیر میکنن که ما ضعیف هستیم در عبادت و در دیگر. و اینها هم دعوای اهل سلف دارن و نقاب اهل سنت و جماعت رو میپوشن. و نگاه کنید اینها علم ندارن، اینها فقط دعواشون محمد صلی الله علیه و سلم، صحابگان و امام رو قبول ندارن. چرا؟ امام در عقیده خوارج اونها کتاب نوشتن، صفات خوارج رو نوشتن، برای همین این خوارج ها قبول ندارن، علمای هستن. و نگاه کنید علم ندارن اینها. علم اینها کیا هستن؟ اینها پیروی علم اهل سنت جماعت رو میکنن تا همون وقتی که این عقیده خوارج رو اینها دستگیری کنن. وقتی که دستگیری که نکردن، وای بر حال این علم است. و این چنین هم علی ابو طالب در صف او علما بودن، ببخشید خوارجا بودن، پیروی علی ابو طالب میکردن. علی ابو طالب بر اونها علم بود، خلیف بود. و وقتی که علی ابو طالب دید که مصلحت بر مسلمانان صلح با مادرمون عایشه و معاویه، اینها مباشرتا ضد علی برآمدن، حتی تکفیر کردن. اینا همطوری هستند، اینا علم ندارن، علمای اهل سنت رو قبول دارن تا هم وقتی که این عقیده خوارج را این علم دستگیری میکنن. و قصه دیگری هست که این فرقه یک صحابه را داشتن، در راه پرسیدن، گفتن یا فلان تو صحابه هستی، تو آدمی بزرگ هستی؟ همطوری گفتن. اول قبول کردن که او صحابه هست، بعد پرسیدن، گفتن کمی از حدیث ها به ما نقل کن. از حدیث ها پرسیدن و در آخر گفتن
ای فلان گفتن تو چه فکر داری درباره خلیف عثمان رضی الله عنه؟ او صحابه گفت او خلیف است، او مسلمان است، او خلیف مسلمان ها است و خیلی تعریف کرد عثمان را رضی الله عنه. و این صحابه چه کردند؟ ضدی کردند و گفتند تو کافر شدی، حکم کفر کردند و چه کردند؟ کشتند این صحابه را. حتی در حدیث میاد که زن این صحابه را هم کشتند. اینا همطوری هستند، یک کس را قبول دارند تا هم وقتی که عقیده آنها را قبول دارد. وقتی که این صحابه گفت که نه عثمان خلیفه حقیقی اسلامی مسلمان ها هست، اینا گفتند نه عثمان هم کافر هستند، تو هم کافر هستی، گفتن و کشتند. و اینا همطوری هستند. برای همین در اینها علم نیست. گوییم در مرجعه علم هست، اینا با خود یک علم گمراه دارند، ولیکن در خوارج اینطوری هست. و فرق مرجعه و خوارج این است که اگر مرجعه علمای اهل سنت و جماعت را با تهمت خوارج اگر ترمه کنند، سجین کنند و این فرقه باشد، اگر علمی اهل سنت و جماعت که ضدی کرد اونها را میکشند. و مثال دیگری که مجیب الرحمن وقتی که طالبان را دستگیری کرد، مانند این صحابه گفتند که طالبان هم کافر است، تو هم کافر شدی و مجیب الرحمن را کشتند. این شوخی نیست، اینا عقیده اینا همطوری هست، اول تکفیر میکنن بعد میکشن. و این فرقه که هست خوارج خیلی در تاجیکستان هم بسیار است، احتیاط باشین. و این خوارج پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که دین اینها، ایمان اینها از زبان در دل نمیفراید، اینها چنانه که تیر از کمان میبراید، اینها همطوری از دین بیرون میشوند. و اینها هم نقاب سلف را میپوشند، اهل سنت و جماعت را میپوشند. اینها خیلی دین محمدی را میآموزند ولیکن علما را قبول ندارند. و عقیده اهل سنت و جماعت این هست که مثال با شما یک شخص بحث کرد، دلیل آورد، ضدی با شما آورد، شما این چنین اهل سنت و جماعت اینها هستند که با زبان سخن میگویند، دلیل میبیارند، با زبان فقط جنگ میکنند، نه اینکه زیاده روی میکنند و خونی تو رو حلال میریزونند و تکفیر میکنند. و قصه مشهوری هست که ابو حنیفه با یک فرقه بدعت بحث میکرد، فقط او با زبان بحث میکرد، نمیگفت که این رو کشین و دیگر و اینو کافر شدن و خون اینو حلال شد و دیگر. عقیده اهل سنت و جماعت همین است که کسی با شما با زبان بحث کند یا جنگ دارد، شما با زبان دلیل بیارید، جواب و خود رو بگید، نه اون که زیاده روی کنید و خونریزی کنید. و علما چی گفتن برای این صفت خوارجا؟ میگویم نگاه میکنیم، خیلی سخن خوب هم گفتن شیخ الاسلام، گفتن خوارجا دو صفت دارن، از اول تا روز قیامت اینا اساس دو صفت دارن. به حق ناحقانه مردم را تکفیر میکنن و میکشن. اگر دو همین صفت که اومد برای یک شخص، این خوارجی تازه هست. چون که پیامبر صلی الله علیه و آله کلاب النار گفتن، این همطوری. و در زمان ما نگاه کنید، اگر یک مجموعه رو اگر شما دستگیری کنید، میگن تو او مجموعه اول کافر است و تو هم کافر شدی. فرق دارد. در وقت صحابه با دیگر دلیل کافر میگفتند و در زمان ما، یا مثال عادی جماعت دولت طالبان رو اگر شما گویید که اونها مسلمانند، حتما میگن اونها کافرند و تو هم کافر شدی. یا اینکه حتی در گمان هم اونها تکفیر میکنند. گویید که من کاری ندارم در طالبان، از کجا دونم در عقیده چی هستن و مسلمان هستن کافر هستن. در این هم در گمان هم اونها میگن که نه تو باید اونها رو کافر گویی و تکفیر میکنن. و در ضدی هم تکفیر میکنن. چطور گفتم حاجی مرزا کمی ضدی کردن یا مجیب الرحمن ضدی کردن، اونها رو کشتن، تکفیر کردن. و دوم شیخ الاسلام گفتن که اینها میکشن، اینها که چطوری گفتم همین علی عثمان رضی الله عنه و مجیب الرحمن و هزارها میلیون ها آدم رو اینها کشتن. تو طرفدار یک جامعه مجموعه هستی همطوری با همین دلیل کشتن. اگر دو همین صفت در یک آدم جمع شود، این تازه خوارج هست، کلاب النار هست. اگر یک تاش باشد، این یکی از صفت های خوارج است. و کسی که ناحقانه تکفیر کرد ولی به کشتار دست نزد، اینها صفت خوارج هستند، یکی از صفت های خوارج هستند. ما مردم رو بسیار میدونیم که بین برادرای دیگر رو تکفیر میکنن،
و روبیو نمیکنند و برای دو دوست دیگر رو تکفیر میکنند، دوستی کنده میشود، حتی زن و شوهر هم از جدا میشوند. و یک قصه در خاطرم اومد که زن میگوید تو یک روز نماز رو خواب رفتی نخواندی و با همین دلیل کافر شدی، باید بین من تو جدا شود. این عقیده همین است که عقیده خوارج است، یکی از صفاتهای خوارج است. برای همین دوستان خیلی زیرک باشین، عقیده اسلامی را آموزین، زیرک باشین، در فریفته این دو فرقه داده نشوید. این خیلی خطری سخت است در تاجیکستان، خیلی تفریقه انداختن در تاجیکستان. الله الله. و این 4 امامی که هست عقیده اونها رو بیاموزید، پیروی اونها کنید، فقه و کتابای اونها رو خوانید و آگاهی باشین. اونها در خوارج و در مرجعه خیلی کتاب ها نوشتن و شیخ الاسلام یک سخنی عجیب گفتن که همین در مسلمان از همه ضررتر، از همه دشمنتر، از همه چطوری گم ضرر بسیار در مسلمان ها میبیارد، رقم اول گویم این خوارج گفتن. یعنی یهود و نصارا اینها خیلی ضرر اینها دورتر است و نسبت خوارج. نگاه کنید که شیخ الاسلام خیلی آگاهی کردن که آگاه باشین که این خوارج خیلی خیلی ضرر به شخص نه، بر جماعت مسلمان ها خیلی ضرر کلان میبرد. و ما دیدیم که چطور جماعت های اسلامی دو تقسیم شدن و با هم دیگر رو کشتن و نگاه کنید چه ضرر آوردن. حتی یک دیگری هست که این خوارج ها بین خود هم تفریقه کردن و دو تقسیم شدن و یا دیگر رو تکفیر کردن. این یک کسلی هست که اینا در دل آرام نمیسد. این کسلی باید یک کس رو تکفیر کنن و جماعت خوارج بین خود تکفیر میکنن. و در اینجا نازکی هست که بعضی مرجعه شخصانی که بغات هستند اونها رو در حکم خوارج میزنند. بغات این حکم مسلمان رو دارد، خطاگی دارد یا نظر دیگری دارد، ولیکن اونها خوارج نیستند و اونها مسلمان هستند. و در این هم زیرک باشین که بغات را از خوارج فرق کنید. خوارج عقیده خود دارد و بغات فکر دارد و عقیده خود دارد. حتی نگاه کنید که الله پیامبر ما را صفت داد که تو خلق العظیم، اخلاقت خیلی بهترین انسان اخلاق در پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و رحیم بر عالمین. خیلی پیامبر صلی الله علیه و سلم رحیم بودن. خیلی حتی قصه هست که یک یهودی که از دنیا گذشت خیلی غمگین شدن که او اسلام قبول نکرد. نگاه کنید که پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی رحیم هستند. ولیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم با حق خوارج چی گفتن؟ گفتن اگر من این جماعت رو که دیدم یافتم مانند عاد و ثمود، مانند قوم عاد و ثمود این رو نیست نابود میکنم. هیچ رحمی در اینها نیست، پورا این فرقه رو نیست نابود میکنم. نگاه کنید که شخصی که اخلاقی خوب دارد، رحیم هست، ولیکن در حق خوارج گفت نه، این رحم نباید شود، این رو پورا نابود کرده شود. نگاه کنید چی خطر سخت دارد این خوارج است. برای هم دوستان خیلی زیرک باشین. شما در این فرقه عادی نگاه نکنین. در این فرقه حتی گرفتار شد پسری ابوبکر صدیق. من چی گفتنی هستم که شما باید زیرک باشین، علمی و عقیده اسلامی را آموزین و این چیز را نگذارین که در هوا در یکی از این فرقه غلطین، در یکی از اینها. چرا اینها مشنیک هستند، اینها نقاب سلف و نقاب اهل سنت را میپوشند، شما رو فریب میکنند، ولیکن اینها دور هستند از اهل سنت و جماعت. یکیش برآمد و یکیش برگشت، یعنی مرجع و خوارج. برای همین شما دینتون رو آموزید. و چرا با تهدید میگویم این را؟ چرا که این فرقه، یعنی پیامبر صلی الله علیه و صفت دادن که اینا کلاب النار، اینا در دوزخ هستند. برای نگذارید که خود را بر دوزخ روین. و در آخر دوستان یک سوال بر شما: ما چطوری فهمیم که شخص بر عقیده مرجعه هست یا خوارج است؟ یا خودی ما در کدام عقیده هستیم؟ چطوری فهمیم؟ چرا که خداوند صفت داد که ان الانسان لیطغی، انسان زیاده رو است، زیاد می رود یا غلو می رود.
و یا با از راه راست با مرجع می رود یا با خوارج. پس ما چطوری فهمیم که ما در راه راست اهدنا الصراط المستقیم هستیم و ما میدونیم که اهل سنت و جماعت نه خوارج هست و نه مرجع هست، او در مابین هست، در راه راست است. پس ما چطوری این را فهمیم که ما و شما در کدام عقیده هستیم؟ یکی از آنها این است که اگر شما رو گویند که تو خوارج هستی و شما خیلی سخت میرسد من چطوری خوارج هستم یا من اینطور هستم، نه تو مرجع هستی، تو کافر هستی و دیگر سخت میرسد. چرا؟ گپی راست سخت میرسد، یعنی правда колет говорят. چطور سخت میرسد؟ این یک صفتی که تو در یک طرف هستی. یا این که میگن که نه تو مرجع هستی، این چنین هست، من مرجع نیستم و خود رو دفاع میکنم. و اگر من در خاطر دارم که مثلا مرا گفتن که تو مرجع هم هستی، عادی، من مرجع نیستم، من عقیده خود رو میدونم که مرجع هستم، من میدونم که مرجع چی عقیده صفت دارد، هیچ عصبی نیستم من. و این چنین گفتن نه تو خوارج هستی، من میدونم که من خوارج نیستم، عقیده خوارج میدونم، من عقیده خود رو میدونم، هیچ عادی هست. و این چنین در بسیار اینترنت هم یک بحث رو دیدم، شخص رو گفتن نه تو مرجع، او میخندید و دیگر شخصان هم میگفتن نه 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 تو خوارج، او میخندید. چرا میخندید؟ حدود داشت، او میدوند که او اهل سنت و جماعت است، نه این گروه هست نه این گروه هست. و دیگر صفتی هست که آنها چطور گفتم عالم ندارن، یک علمایی که مرجع هستن پیروی علما میکنن، آنها علمای اهل سنت و جماعت رو قبول ندارن. وقتی که از دلیل میبیاری که مثال عبدالعزیز الطریفی گویم زمان ما همطوری گفت بر حق مرجع یا در حق خوارج، آنها نه قبول ندارن. و حتی مرجع همین سبب شد که علمای مرجع شکایت کردن که این شخص عالم الطریفی حتی نصیحت کرد بر حاکم اینها و دین آنها، سروری آنها، گرفتن و خوارج گفتن و به ترمه انداختن. الله المستعان. برای همین دوستان اگر کسی شما تهمت یا بهتانی خوارج کند یا مرجع کند، شما عصبی نشوید. اگر شما در عقیده اهل سنت و جماعت باشید، اگر اونها با دلیل سخن گویند، شما هم با دلیل سخن گویید، نه اینکه زیاده روی کنید. این است که اهل سنت و جماعت. و دیگر از صفات اهل سنت و جماعت هست که این 4 امام را اهل سنت و جماعت قبول دارد. 1400 سال است که یک عالم پیدا نشد که این 4 عالم را انکار کند و گوید که نه ما این علما را پیروی نمیکنیم و اینها در گمراهی هستند. این 4 عالم اهل سنت و جماعت هستند. این هم یک از صفات ها هست که تو در عقیده اهل سنت و جماعت هستی یا نیستی. اگر تو 4 این عالم را قبول داری و پیروی عقیده این 4 امام هستی، پس تو از عقیده اهل سنت و جماعت هستی. و فکر خود را در کامنتار نویسین و باور دارم که شخص پیدا میشن که میگوین که تو خوارج هستی و تو مرجع هستی، کافر هستی. همینطوری تهمت هم میزنن و شما فکر خود را در کامنتار نویسین. و دوستان آنچه که درس گرفتم و به شما رساندم والله اعلم، خدا داناست. و آنچه که نیکی خوبی بود این از خداوند است، آنچه که خطاگی از من بود این از شیطان است. و شما را به خداوند میسپارم. خداوند چطوری که فرمان کرد واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، و با هم باشین، تاجیکستان را نگذارین که تفریقه شود و در امان خدا باشین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.